حدیث قدسی. موی سفید پیک اجل. هنگام وفات حضرت ابراهیم علیه السلام نزدیک شد. با خداوند عرضه داشت: پروردگارا، چرا پیک به سوی من نفرستادی که تا پیش از رسیدن اجلم خودم را برای مرگ آماده سازم؟ خداوند با او فرمود: مگر نمیدانی موی سفید پیک و فرستاده من است؟ بهارالانوار جلد 82 صفحه 172.